سلام بچه ها، خسته نباشید. رسیدیم به سوالات مرور فصل. بچه های شیشم، من مکعب دارم و با یه چشم گستردش کردم. دیدید جادوگری نبوده، چسب کم زده بودم. صفحه 106 فرهنگ نوشتن. آخرای هر فصل یه فرهنگ نوشتنی داره. خب فرهنگ نوشتن ها به ما میگه که ما فارسی هم میتونیم مثلا ریاضی رو اصلا صحبت کنیم یا بنویسیم. همین در همین حد اگر بتونید ریاضی رو به شکل فارسی هم بنویسید یعنی عالی. مراحل ساخت یک مکعب مستطیل را بنویسید. برای همین خاطر من یه مکعب مستطیل از قبل درست کردم. نگاه کنید بچه‌ها، مکعب مستطیل خب سه تا مکعب مستطیل سه تا مستطیل های هم اندازه داره. سه تا دوتایی، یعنی این زردا با هم اندازن، این سبزا هم با هم اندازن، این قرمزا هم با هم اندازن. اگر من بتونم روی کاغذ به هر اندازه‌ای منتها این دوتا مستطیل باید هم اندازه باشه، این دوتا مستطیل هم اندازه باشه، این دوتا مستطیل هم اندازه باشه. اگر بتونم سه تا مستطیل هر اندازه‌ای که خودم خواستم دوتا در بیارم، در کنار هم دیگه قرار بدم، میتونم اینها رو با وصل کردن به هم دیگه تبدیل به مکعب مستطیل کنم. و نگاه کنید طول این مکعب بزرگه، من برعکس نشون دادم، طول مکعب بزرگه میشه طول این مکعب کوچیکه. دقت کردید؟ حالا عرض این مکعب بزرگه میشه طول این مکعب از همه کوچیک‌تره. یعنی از همین راه و نکته ها ما میتونیم یه مکعب درست کنیم. میدونم که همه شما به راحتی میتونید. حالا اگر اندازه ها با هم دیگه برابر باشه، یعنی هم طول هم عرض هم ارتفاع، میشه مکعب چی بگید؟ مکعب مربع یا مکعب خالی. مکعب خالی 6 تا مکعب هم اندازه داره، ولی مکعب مستطیل 3 تا مستطیل متفاوت ولی دوتا که اینا رو به هم دیگه میتونیم بچسبونیم و بشه یک مکعب مربع و اینم مکعب مستطیل. بذاریم کنار، بریم سوال بعدی. بچه سوال دو میگه چگونه میتوانیم اندازه ای را دقیق تر بیان کنیم؟ خب با وسایل اندازه‌گیری مربوطه. مثلا زاویه رو میخوایم اندازه‌گیری کنیم با نقاله. مثلا میخوایم یه فاصله اینو بخوایم اندازه کنیم با متر. دقیق تر با خطکش، دقیق تر بخوایم اون میلیمترش هم به دست بیاریم دیگه با خطکش یا مثلا با وسیله هایی که میلیمتر رو ریز مشخص کرد. آیا دقت در اندازه‌گیری همیشه مطلوب و یا مقرون به صرفه است؟ بله شده دیگه. میریم میوه فروشی میگیم آقا از این میخوام، یارو 5 کیلو میکشه به ما میده، ولی بهش بگیم آقا 1 کیلو من از این میخوام، خیال خودمونم راحته. همیشه اصلا میخوایم یه خونه ای بخریم، میگیم آقا یه خونه 60 متری پولمون به این میرسه. حالا بریم یه خونه بخریم، حالا 40 متر 100 متر. اصلا اگر اندازه گیری رو بدونیم خیلی بهتره. توی غذاها میگن آقا 1/3 پیمانه 250 سی سی 250 گرم بریزید، نمک به مقدار. اگر ندونیم اندازه ها رو کلا غذا رو خراب کردیم. مراحل پیدا کردن فاصله یک نقطه از یک خط. بچه‌ها ما گفتیم یک نقطه از یک خط، وقتی که بخوایم یک نقطه از یک خط و ما فاصله‌شو رو به دست بیاریم، کافیه که با استفاده از گونیا رو میذاریم قشنگ به این شکل، به شکلی که قشنگ این ضلع گونیا با این باشه. این فاصله رو اندازه میگیریم، هر چقدر شد، مثلا شد 2.5 سانتی متر، 2.5 سانتی متر فاصله این نقطه م تا این خط پایینی اندازش دقیق به دست میاد. بریم سراغ سوال بعد، تمرینات. خب بچه‌ها رسیدیم به تمرینات. تمرین 1، مهرداد گفت اندازه جای خالی پاکت شیر، اندازه حجم پاکت شیر. میشه گفت دیگه
حجمش، اندازه حجمش میشه گفت اندازه مساحت روی پاکتشی، ولی حجم بگی بهتر. اندازه حجمش مثلا 1 لیتر است. 1 لیتر میتونیم بگیم 1000 سی سی است، میتونیم بگیم 1000 سانتی متر مکعب است. هر کدومو بگیم درسته، منتها با حجم کار داریم ما، یادتون باشه. با توجه به تصویر در جای خالی 3 نوع جواب متفاوت بنویسید که ما گفتیم. حجم میتونیم بگیم مساحت رویش، یا میتونیم بگیم ارتفاع این پاکته. ارتفاع میشه اندازه طولی، مساحت میشه سطح و حجم هم که میشه داخلش. 3 تا جواب میتونیم بگیم. ارتفاعش مثلا میتونیم بگیم 20 سانتی متر است و سطح رویش مثلا 20 در 10 میشه 200 سانتی متر مکعب. 6 تا داره، مثلا 1500 سانتی متر مربع مساحت کلش و حجمش هم که 1 لیتر دیگه. میتونیم این مثالا رو بزنیم. 2. برای هر یک از اندازه‌های زیر مثال‌های واقعی بزنید. 15 تا 20 سانتی متر. وقتی سانتی متر خالیه یعنی اندازه. میتونم بگم اندازه قلم، مداد، خودکار، هر کدومو میتونید بگید. 100 تا 200 گرم، مثلا یه دونه پرتقال. یک عدد پرتقال. پرتقالدان، نارنگیدن، نمیدونم آلمادان، به زبان ترکی گفتن. هنی پرتقال، سیب، نارنگی، موز میشه مثال زد. 100 تا 150 متر مربع. 100 تا 150 متر مربع میشه آپارتمان مثال زد بچه‌ها. آپارتمان. بین 1000 تا 2000 سانتی متر مربع. 1000 سانتی متر مربع بچه‌ها یعنی اینکه 100 سانت در 10 سانت، یعنی 100 سانت در 10 سانت، 100 سانت میشه 1 متر. 1 متر در 10 سانت میشه مثلا روزنامه رو مثال زد. خیلی بزرگ نیست، سانتی متره. 150 تا 200 سی سی. 150 سی سی تا 200 سی سی میشه مثلا آمپولا رو مثال زد. میشه شربت ها رو مثال زد. شربت دارویی یا شربت دارویی میشه دیگه. شما میتونید چیزایی که من نوشتم نه میتونید برای خودتون مثال بزنید. حدود 10 تن 10 تن طلا حدود 10 تن میشه مثلا یک کامیون. یک کامیون با بارش، با بار داریم دیگه. مثلا میگه این کامیونا 10 تنیه. یعنی چی؟ یعنی 10 تن میتونه روش بار بزنه. بین 2 تا 4 لیتر مثلا پارچه آبو میتونیم مثال بزنیم. حدود 5 دقیقه مثلا نرم دویدن یا 100 متر رو مثلا دویدن میشه مثال زد. مثالای مختلفی میشه زد. مثلا یه سفر رو نوشتن یا مثلا ورزش کردن 5 دقیقه نرمش. 2 تا 5 هکتار. بله اصلا تا هکتار میاد کلا میریم سراغ باغ و زمینای بزرگ. 120 درجه. 120 درجه میشه چی رو مثال زد بچه ها؟ 120 مثلا باز شده قیچی. باز شده قیچی. اصلا یه قیچی رو که باز کنیم میتونیم مثال بزنیم که 120 درجه است. 30 ثانیه. 30 ثانیه نفس نگه داشتن. نفس نیستم نفس 30 ثانیه. البته من بیشتر فکر کنم ولی شما شاید 20 شاید 30 ثانیه دیگه. معمول اصلا 30 ثانیه. 1 تا 2 متر مکعب. 1 متر مکعب 1 متر در 1 متر مکعب. دیدی مثلا یه همچین فضایی میشه. آب منبع آب، اینا رو میتونیم مثال بزنیم. بریم سراغ سوال صفحه بعدی. واحدها را به یکدیگر تبدیل کنید. چشم. 1 متر چند دسیمتره بچه ها؟ 10 دسیمتره. 1 متر 10 دسیمتره. 10 تا 10 تا میشه 100 سانتی متر. هر 10 سانتی متر 1 دسیمتر دیگه. چون 10 تا 10 سانتی متر داریم پس 1 متر میشه 10 دسیمتر. خب 10 دسیمتر 32. 10 دسیمتر 32. 1 دسیمتر میشه چند؟ خب میتونیم جای خالی رو بچه ها، من اگه اینجا جای خالی رو مثلا آی انگلیسی فرض کنم،
دقت کنید یه مثال ها، کلا جای خالی. جای خالی برابر میشه با، نگاه کنید اون دو تا خطی که من به شکل ضربدری کشیدم، دو طرفی که معلومه، یعنی یک ضرب در 32 تقسیم بر اینجایی که خالیه یه طرفش 10، کلا میشه چند؟ 32 تقسیم بر 10 3/2. پس این میشه 3/2. اینجا 1 کیلوگرم چند گرمه؟ 1000 گرم. حالا 650 گرم 650 هزارم دیگه، یا میتونیم به همون روش یک ضرب در 650 تقسیم بر 1000. 1 کیلومتر مربع چند هکتاره؟ بگید 100 هکتار. پس 30 هکتار میشه 30 صدم دیگه، پس 30 صدم. حالا من ممیز رو بزرگ میذارم و درصد فرض نگیرید، چون میخوام بزرگ بذارم که معلوم بشه. 30%، 1 کیلومتر 100 هکتاره، 30 هکتار میشه 30% کیلومتر مربع. 1 لیتر بچه ها 1000 سی سیه. پس 9500 سی سی تقسیم بر 1000 میشه 9 لیتر و 500 سی سی، یعنی 9/500 هزارم لیتر. 9.5 لیتر. میتونیم بگیم 9.5 یا 9.50 صدم یا 9.500. خب 1.7 متر مکعب چند دسیمتر مکعبه؟ بچه یادتونه متر مکعب با دسیمتر مکعب رابطش چی بود؟ رابطش 1000 بود. یادتونه؟ اگه یادتون نیست تو توضیح درس فصل 5 تبدیل حجمها، واحدهای حجم اونجا گفتیم متر مکعب و دسیمتر مکعب رابطش 1000. متر با دسیمتر رابطش 10. متر مربع دسیمتر مربع 10 تا 100. متر مکعب دسیمتر مکعب 10 تا یعنی 3 تا 10 ضرب میشه 1000. از بزرگم میخواییم به کوچیک بیاییم، پس باید ضرب در 1000 کنیم. 1/7 ضرب در 1000 میشه چی؟ تو ضربه ها به اندازه صفرها میره سمت راست، 2 تا بره اونور میشه 1700. 30,000 سانتی متر مربع چند متر مربع؟ متر مربع با سانتی متر مربع رابطه‌اش چیه؟ متر با سانتی متر 100. متر مربع با سانتی متر مربع میشه 100 ضرب در 100 10,000. چون سانتی متر میخوایم به متر کوچیک به بزرگ باید تقسیم کنیم. تقسیم بر 10,000. تقسیم کنیم 1 2 3 4 تا، در واقع میشه 3. 1 2 3 4 اینجا بذارم میشه 3. تو تقسیم اعشار میاد سمت چپ، توی ضرب اعشار میره سمت راست. 4 متر مکعب چند سانتی متر مکعبه؟ متر با سانتی متر میشه 100. متر مربع با سانتی متر مربع میشه 100 ضرب در 100 10,000. متر مکعب با سانتی متر مکعب میشه 100 ضرب در 100 ضرب در 100 1,000,000. پس قراره 4 متر بزرگه تبدیل بشه به کوچیک، بعد ضرب در 1,000,000 میشه 4 میشه 4,000,000 سانتی متر مکعبه. تبدیل ها رو، رابطه هاشو بدونید حل. 4 بخشی از گسترده مکعب مستطیلی به ارتفاع 5، ارتفاعش 5، یعنی یه ضلع دیگه ما داریم که 5، اینجا میشه 5، اینجا میشه 5 و اینم میشه 5 و اینم میشه 5. و چون نگاه کنید 2 تا مستطیل یه دونم به همون اندازه صورتیه، 7 و 10، اینا کلن 10، اینا هم 5 اینا هم کلن 7 کشیدیم. همون اول گفتم مستطیل رو نشونتون دادم. حجمش رو پیدا کنید. حجمش چه عددهایی داریم بچه ها؟ چه عددهایی داریم؟ 5 7 و 10. 3 تا رو ضرب در هم کردیم. 5 7 تا 35 تا ضرب در 10 350. 350 متر باشه میگیم متر مکعب. و اما سطح گسترده یا مساحتش رو فقط کافیه که
ما دوتا این عددها رو ضرب، یعنی 5 ضرب در 7 میشه چند؟ 35 یه مستطیل. 5 ضرب در 10 میشه چند؟ 50 یه مستطیل. 7 ضرب در 10 میشه چند بچه ها؟ 70 یه مستطیل. از هر کدوم 2 تا مستطیل داریم دیگه، پس خودشون رو ضرب در 2 میکنیم. 70 ضرب در 2 100 ضرب در 2 140. حالا اینا رو باید با هم دیگه جمع کنیم. میشه چند بچه ها؟ 200 310. 310 میشه سطح گسترده یا مساحتش و 350 میشه حجمش. حالا متر باشه حجم میشه متر مکعب، مساحت باشه 310 متر مربع. یادتون باشه. بریم سراغ سوال 5. اگر بخوایم یه جعبه مقوایی بسازیم، چقدر مقوا؟ چقدر مقوا یعنی مساحت. چقدر مقوا یعنی مساحت. ما اگر دقت کنید 4 تا مثلث داریم بچه‌ها. 4 تا مثلث. 4 تا مثلث با قاعده 10 و ارتفاع چند؟ 20 و ارتفاع 20. پس 4 تا مساحت مثلث رو باید به دست بیاریم و یه دونه چی بچه ها؟ یه دونه اینجا این مربعی که وجود داره دیگه، 10 در 10 در 10. حالا یه ذره کجه که ما بهتر متوجه بشیم، ولی 10 در 10 10. خب یه 10 تا 100 تا این میشه قرمز پررنگی که هست یا صورتی اومد. و اما 4 تا مثلث میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. میشه چند بچه ها؟ 10 تا 20 تا 200 تا 100. چند تا 100 تا داریم؟ 4 تا. 4 تا مثلث. پس میشه 400. 400 شد مساحت مثلث ها و 100 هم شد مساحت اون مربعی که پایینه. پس روی هم دیگه جمع بشه میشه 500. کل 500 حالا سانتی متر مربع ما نیاز به مقوا داریم. به همین راحتی. بریم سراغ 6. در جای خالی یکی از عددهای 4 8 12 16 رو بگذارید. محیط مربعی به ضلع محیطش یعنی دور تا دور چی بشه؟ محیط یعنی دور تا دورش دیگه بچه‌ها. یعنی این به علاوه این به علاوه این به علاوه این همشون با هم برابره. 64 شده. 64 رو تقسیم بر 4 کنیم میشه 16. یعنی اگر محیط مربع ضلع 16 باشه 16 16 16 16 میشه 64. مساحت مربعی مساحت چی باشه؟ مساحت یعنی یک ضلع ضرب در خودش 8 باید باشه. 8 8 تا 64. حجم باشه چی بچه‌ها؟ حجم باشه یعنی یه عدد 3 بار ضرب در خودش 4 ضرب در 4 ضرب در 4 میشه 64. پس باید بشه 4. 7. بریم سراغ 7. زاویه های خواسته شده چند درجه هست؟ بریم بگردیم ببینیم چند درجه هست. در 4 ضلعی های مشهور و معروف مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، لوزی، ضلع های روبرو با هم برابر. این 72 درجه است، یعنی روبروش هم میشه 72 درجه. زاویه های روبرو با هم برابره و زاویه هایی که کنار هم قرار داره با هم دیگه میشه 180 درجه. پس این 72 من از 180 72 تا کم کنم میشه 108. پس اینجا میشه 108، روبروش هم میشه 108 دیگه. 108 این 108 ها بچه. خاصیت ها اینجا به درد میخوره. متقابل به رأس 90 درجه است. 90 درجه 37 درجه. خب این 37 اینم 90 درجه. 90 به علاوه 37 میشه چند؟ 128 درجه. 128 درجه. خب از 180 کم کنم اینجا معلوم میشه 180 منهای 128 درجه میشه چقدر بچه؟ 52 درجه. یعنی اینجا میشه 52 درجه. اون برش هم میشه 52 درجه. اون برش هم میشه 52 درجه. چرا؟ چون متقابل به رأس. پس اینجا میشه 52 درجه. 52 این هم که 90 دیگه. حالا باز دوباره 90 به علاوه 52 میشه 142. از 180 142 رو اگه بخوام کم کنم میشه
38 درجه. پس علامت سواله میشه 38 درجه. تمام نشده، اینم به دست بیاری. بذارید با یه رنگ سبز. این گفته نیم سازه. خب اینجا که معلومه 90 درجه است دیگه. خب کل مثلث بزرگ 28 به علاوه 90 میشه چند؟ به علاوه 90 میشه 118. 118 بعد از 180 باید کم کنم. 180 منهای 118 میشه چند؟ میشه 62 درجه. یعنی اینجا کلن میشه 62 درجه بچه. اگر 62 درجه بشه چون نیم سازش رد شده نصف میشه دیگه. پس این ور میشه 31، بالا میشه 31. با بالاش کاری نداریم، با پایین. حالا مثلث این سبزه اینجا 28 31 و اونم به دست میاد. جمعش که باید بشه 180. 31 رو به علاوه 28 میکنیم، از 180 کم میکنیم، علامت سواله به دست بیاد. انجام بدید شما لطفاً، دیگه آسونه این. و دوست دارم که بعضی از مسئله رو شما انجام بدید. بچه‌ها فصل مرور فصل‌ها تموم شد. فصل 5 یه فصل خیلی مهم بود، خیلی حساس بود. نمونه سوالاتش رو میذاریم در کلاسایی که خواهیم داشت، گروهایی که خواهیم داشت، رفع اشکال هم خواهیم کرد. خسته نشدید که؟ خب خدا رو شکر. پس تا بخش دیگه و ویدیو درسی دیگه همه تون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.